رسته باش، رستیم برازار. داستان چیه؟ هوتک جان عزیزمون یه ویدیو گرفته که بچه های خواننده های مثل خلسه، سیجل و یوتیوبرهای معروف مثل سوگن میان بهش چالش میدن. من اصلا این ویدیو رو دیدم موهای تنم سیخ شد. ببینین گفتم وا ویلا، پوتک میز و ول کرد رفت بیرون. کانتنت، هزینه. الان میخواد چیکار کنه؟ الان میخواد مثل مرسدس لامبورگینی بذاره وسط، کشتی تفریحی بذاره. این همه پولی که یوتیوب فارسی به دست آورد الان دیگه میخواد خرج خود یوتیوب کنی، یه ویدیو خیلی خفن بگیره. گفتم الان یه صحنه هایی قراره ببینم که واقعا تو زندگی میگم کاش که منم اینقدر جرأت داشتم، اینقدر توانایی داشتم که من همچین کارایی بکنم. ولی متاسفانه منو مصمم کرد که این ویدیوی رست رو بسازم. با من همراه باشی. الان داریم میریم به سمت دیسپنسری یعنی جایی که مواد مخدر میفروشه. کنسول باشه بسنی دات میره. یه تا بگیری یا فیلمش هم بگیریم برای استفاده کنیم. من نمیتونم بشم. مامان جان بعد از 30 دقیقه این حالوز همگی به شدت های در حدی که من لب اتوبان بودم و به فکر مجازات. سلام بچه‌ها، به چنل پویا پوتک خب چی اومدید؟ بریم برای چالش اصلی. واقعا باورم نمیشه چالش بریم سختی. چالش اولمونه. بعد این مواد بخریم. الان بریم سمت مواد فروشی. واقعا من الان پشمام. از اونجایی که من خیلی آدم خطرناکیم، میخوام یه مواد سنگین پیدا کنی پسر زیرش بیاری آسمون. مجازات اول اینقدر سنگین، اینقدر ترسناک و یه موادیه که به تازگی در ایران مجاز شده، قبلا غیر مجاز بوده. الان میریم حجت هم برای اون مواد میگیره. با ما همراه باشید. نگرفتنت؟ به ما نرفتی حواست بود؟ ایوا برای رول کردن اسلیمه سوپیس یا دانیال لعنتت کنم من چجوری بخورم؟ تنها کاری که میتونستم کنم خوردن اون مجموع بود. من گوشی پاک نشسته بودم و در به در دنبال یه فیلم خوب از کریستوفر نولان بودم، اما پیدا نمیشد حتی تا صفحه 120. خوبی؟ عالی سگت نر بگم عادل باش. بیا خوبی شما چونه دلم قربان من یه نظرم من باید تو خیابون بین دو تا چراغ قرمز سرمو بیارم بیرون داد میزنی من خرم، من خیلی خرم، من اصلا گاوم، من خیلی خرم، من گاوم. خب بعد از اون مجازات خیلی سخت مواد الان اومدیم با مجازات دوم. یه جای شلوغ بین دو تا چراغ قرمز، همینجوری که می‌بینید اینجا پر جمعیت، همه ایرانی. ایرانی از خارجش. من داد بزنم بگم من خرم، من گاوم. با چراغ قرمز داد میزنی من خرم، من گاوم، اصلا بیشعورم، من خیلی احمقم. بقو من خرم، من گاوم، خیلی خرم، ماو. گفتم چه بعدش که ما چی میفهمم پول ویدیو در بیاد. من ورس بعدی که منو ببینید یک کلمه اشتباه حتی ولی تو بود زنگی تفریح اسطوری شده سگی تبدیل بستیم قندیم باید میکندیم. خب تا اینجا ما چالش های پوریا پوتک رو به صورت اغراق شده اجرا کردیم، به صورت طنز. ولی این مجازاتش رو، یعنی خوندن آهنگ سیجل بدون هیچ اشتباهی رو میخوایم عیناً همون مجازات رو واقعا انجام بدیم و ببینیم که من میتونم بدون اشتباه بخونم، چون که پوتک همین کار رو انجام داد ولی با 3 تا اشتباه. خب بریم ببینیم که چی میشه. وقتی دیدم تو تجریش بد بچ، نفهمیدم چیه مغز ردیش معنیش، نمیدونم که یه قبلیش بعدیش، بهم راست گو واسه چند ایچ کردیش، با اون تیپ سطحیش کندیش، منو چجوری از اهلیش کردیش، کردم واسه من تغییر تریش، تش منو مغز سمید زدنیش، انگاری شده بودش از پیش تعیین، بس که به خودت همش تلقین کردیش، تو این بازی منو زدی صد هیچ، دیگه داره میشه رو قلبین سنگین، بهتر شدم کردم ادلیست تمرین، ولی تو بود هر زنگی تفریح، 2 تا آس بودیم شدیم سگ پیت تبدیل، بستیم قندیل باید میکندیم. سخت‌ترین مجازات فقط ویدیو شد. تو خیابون وسط جمعیت داد زندگی من کسی. بچا اینجا می‌بینید چند تا مغازه هست پول ایرانی هم هست. بله میدونم. میخوام بگید بیکاری نداره. توزش. من کاس می‌خوام. مجازات سخت بعدی اینه که من برم تو جمعیت داد بزنم من کاس می‌خوام. الان من میرم ولی چون که اینجا خیلی جمعیت زیاده من ماسک می‌پوشم. خب من رفتم. یا الفاس خدا خیرت نده. من ماسک می‌خوام.
تو والمارت بعد والمارت مرکز خرید میاد که دیگه شاید همه چی میفروشه. گفته این دلار واسه می‌کنی میز بسازه جوری که بریزه کف والمارت. خب لیتس گو. ما بعد از چک کردن کل فروشگاه فهمیدیم که اینجا پول دور کنه و پلیس. اگر ما کوچکترین اشتباهی کنیم واقعا برامون بگاهی میشه. پس با عملیات تمام کردن حواس تو بچه‌ها اومدیم هایپر مارکت فامیلی. الان اینجا یه جایش باز نمیشه واسه اون من. اینا رو همین داریم. خیلی خطرناکه. بیام متاسفانه اینجا اگه ما الان کاری بکنیم بریزیم بعد پوتک جیم برداشت. ما پول یه دونه برمی‌داره. یه جای کار کنی زنگ بزن به فامیلات میگن خیلی خطرناکه. برای همین ما این کار نمی‌کنیم. بعدش بهتون میگم. فعلا قطع بیا خدا لعنتت کنه من توی شرایط واقعا کار سختی بچه‌ها واقعا باورتون نمیشه. من فامیلام زنگ میزنن. چون خیلی خطرناکه فامیلام زنگ میزنن اونجا روم بریزن تو میزنن. ریختم تمام تو. خلاص. آبرو رفت. برای قسمت بعدی که مجازات خلسه بود واقعا نتونستم تنظیمش کنم. یعنی هر کاری میکردم میزان طنز خود ماجرا کم میکرد. برای همین گفتیم که ریاکشن بریم بهش. اصلا چه کاری، اصلا اینقدر خودش طنز کارش که لازم به هیچ چی نیست دیگه. خب لایک سابسکرایب یادت نره. یه کامنت بذار نظرت چیه، از این کارو بکنیم دیگه یا نه. من چکرم. ببین برای مجازات حاجی برو تو خیابون اولین خانوم سمبالایی که دیدی بالای 60 سال و بهش پیشنهاد ازدواج بدی. برای مجازات سپی اومدیم یه جایی از شهر که احتمال ایرانی بودن مردم اصلا آدم نیست اونجا 3 نفر دارن رد میشن. احتمال بالا بودن ایرانی زیاده. فقط جو نکنه این تیکه رو ببینه فاک میرم. بعد چرا اصلا خانومت ببینه؟ مگه نمیدونه برنامه درست میکنی؟ مگه واقعا می‌خواستی بری خانوم پیرزنه بگیری؟ من برم بدبخت میشم. سر همین یه فدایی پیدا کردم. قرار این جایی من بره بگه سبی آقا من برم خب به زندگی به فنا میره. همینجا برو. خب بذار با ماشین تا اونجا برو. اولا که نرفتی خودت. خب چه کامرامنم باشه. Excuse me. Hi. Do we have a cigarette? بعد اونی که فرستادی هم این حرفو نزد. چجوری این طنز سر میکردم خدا وکیلی. اصلا خودش نمک هستن هیچی. خب انجام نمیدادی. میگفتی من این انجام ندادم. اصلا یا به خلصه زنگ میزدی میگفتی یه چیز دیگه بگو ستون من نمیتونم این انجام بدم. یکی دیگر فرستادی اونم نگفته. بعد دوباره نرفتی انجامش بدی. یعنی بگی حالا برو به این بگو حالا. بعد اینجا اکت فقط بازی اوور اکت نشسته. اتفاقی دوربین روشنه و طرف میخواد اعتراف کنه. الان خیلی اتفاقی دوربین روشنه تو ماشین. اونم داره سیگار میکشه. حالا من یه اعترافی بکنم؟ من اون حرفی که دید روم نشد بزنم چون حقیقتا دیدمش خیلی ترسناک. من گفت پرسیدم ازش سیگار داری؟ آبرو رو بردی کسخل. پشمام. فقط اوورکست. فقط بازی. خب اصلا چرا دوربینه روشنه؟ بعد چرا یه بار دیگه نگرفتین اصلا این ویدیوه چرا یه دونه مجازاتاشو درست انجام نمیدی لعنتی؟ یه دونه فقط. و اما میرسیم به مجازات آخره که کسی نیست جو فرشاد سایلنت. پوریا پوتک تنها کاری که باید بکنی باید 20 تا شنا جاهای پابلیک برای جاهای مختلف. تأکید میکنه 20 تا شنا جاهای مختلف و شلوغ. دوست عزیز شلوغ. بریم اینجا که پارکینگه. گربه هم رد نمیشه هیچ. اینجا هم که چمن کنار پارکینگه. بازم اصلا هیچ که بهش مهم نیست که تو اینجا شنا بری. این هم سقف ماشین خودته. حالا یه ذره سختی کشیده رفته بالا اینجا. باز اصلا هیچکی نیست. اصلا مغازه ها چرا بسته است اینجا؟ اوف. این اوج کار سختی که کرده بوده تو خیابونی که هیچکی رد نمیشه. 2 تا 3 تا شنا میره. از 100 کیلومتری که ماشین میاد بلند میشه. یعنی احتمال اینکه مثلا یه نفرم رد میشه بلند میشه. بعد الان من چه جوابی میده. وای یارو ترسید. 20 تا
چرا جف میدیم؟ چرا ما رو ابله فرض میکنی؟ یه ذره وایسا. خب بچه اینم از رست ویدیو چالش های پوریا پوتک. صرفا شوخی چیز خاصی نیست، ولی من دیدم یه دونه دو تا یه دونه چالش ها رو انجام نمیده. برای همین خیلی مصمم شدم که همچین ویدیویی بسازیم باهاش شوخی کنیم. اگه قرار چالشی رو بریم لطفا انجامش بده.